در مرز خاک جمهوری افغانستان قدم گذاشتیم. وقتی ما با واسطه بازوهای کردکت وارد ملک همسایه افغانستان شدیم، در آنجا یک حالت حزن‌انگیزی بود که تلخ وقتی که خانه و در عزیز خود مثل همسر همه را از دست دادیم، فقط از شکل پردگان فلک‌ها در دست با مشکلی ها آن همون هیچ که از فکر رو در نمیبرد. وقتی که ما وارد ملک افغانستان شدیم، مردمی خیلی مهربان بودن، مردم افغان که برای ما همچون برادر، همچون مادر، همچون خواهر شدن دست ما را گرفتن، ما را نگذاشتن که مثلا ما گشنگی و تشنگی و تنهایی حس کنیم. لیکن که اگر چند آنها برای ما کمک میکردن، به هر حال که ما بدون در اون سر بودن خود رو حس میکردیم و دیدیم که هیچ یادی وطن از دل ما دور نمیشود. بعد باز وقتی که ما را دعوت کردن که خیلی افیونی شده یا دیگر فهمیش داشت ما برگردیم، ما با عبار بیماری ترکستان شدیم برگشتیم و همی با از فکر ما هیچ نمیرود. جنگ‌های شهروندی بود که برای ما مثبت شد که ما به افغانستان رفتیم و البته در اونجا خیلی هم روزهای خوبی داشتیم هم روزهای بد داشتیم. خوبیش از اون جهت بود که بسیار مردم مهمان نواز بودن، بسیار مردم خوب بودن که ما را خوب پذیرایی کردن. ما در طول 8 ماهی که در اونجا بودیم از اون چی کمی نداشتیم، بغیر از مهر وطن، از بوی وطن، از خاک وطن ما دیگه چیز کمی نداشتیم. هرچند که باز می‌خواستیم آنها ما را با دیده‌هاش می‌برداشتن، باز می‌خواستیم که برای ما وطن خود باشه و خاک خود باشه و با سر یک دسترخوان سرجم باشیم. و بعد روزهای بودن که امروز تا به امروز از دل و قلب ما دور نمی‌شوند. یادی 3 فرزند پدر که در همین جنگ‌های شهروندی گم کردیم، وقتی که ما فراری شدیم ما در این خانه بودن و بعد برگشتن ما دیگر از اونها یگان نشانه نیافتیم. فقط گفتن که اونها شهید شدن. برای ما این علم آور است که ما هیچ وقت این روزهای متیش از خاطر نمیبریم. ما باوری نداشتیم که بعد این قدر مشکلی ها باز وارد تاجیکستان میشیم، قدر با آبادی و تنجی میشه، با ما خانه و در میکنیم. راستی روزا که ما تماما اصلا مسئله مستندردیم که یکی از عمر ممکن در همه افغانستان در شهر مردم با هم یک پرامین مردم افغان زور میشیم. هم جمعی میریم که امید نداشتیم که با ما میم خیلی قدر خونه و دری آباد میشیم. هیچ گاه او روزا فراموش نمیشود. هم تو روبر خودگی دهقانی کلی 11 سال میشود که امروز کار فعالیت دارم و خودگی دهقانی من که از 8 هکتار زمین عبارت است، اساساً 16 نفر سهامدار که 14 نفر آنها هم از خود زنها است. با همین ساحه خودگی اطلاق با همین زمین کار کردنم امروز به من میسر گشت که در آزمون‌های جمهوری شرکت ورزم، همچون زن دهات، همچون زن کشاورز، در بسیار در آزمون ولایتی که زن صاحب زمین بود از طریق اساسیاسیون ملی خود زنهای سرکای تاجیکستان در اونجا شرکت ورزیدم و در قطار دیگر زنها همچون در این آزمون همچون جایزه بهترین زن سروای خودگی دهقانی بر من میسر گردید و بعدا در آزمون جمهوری که از طریق اساسیاسیون ملی زنهای سرکای تاجیکستان شده گذشت. در اون آزمون طرح 2014 از ساحه خودگی قشلاق در قطار دیگر زنها کوشش کردم که در آن آزمون شرکت ورزم و به من میسر گشت که از ساحه خودگی قشلاق جایزه بهترین زن رهبر خودگی دهقانی را به من میسر گشت. وزیرش 17 هکتار زمین خودگی دهقانی داریم که مدت 10 سال است که فعالیت کرده شدن همچون رهبر. در 17 هکتار 3 هکتار زمین مو بوغ است. یعنی که همین زندگی چند خانواده از بله، هم خرید که اکثر همین سهامداری خودگی ما هم مثل خودم تو زنهای و تنها و شهور و الههای تنظیحات بودن که با ما یک جایشتن. ما همه زنها مصلحت کرده از خودگی دهقانی تشکیل کردیم. مدت 10 سال فعالیت داریم. خیلی زندگی او هم این پشتی همین زمین کمتر بهبودی داره و خودمون هم مخصوصا در اولم به فرزندی کرده دارون بستون اگون تش در رفتن نیستن، فقط اکسود همین زمین زندگی ما که میبریم. وحدت شما را از یک خانواده سنتی تاجیک که خیلی مذهبی هستند و به بیرون برود، به کوچه برود و از کوچه به کار برد، وحدت از این بیشتر برای شما چی داد؟ ولی که شما گفته گذاشته در دوران تاجیکی کمی در کم دخترها بودن که سوی معلومات عالی میشدن، این هم باشن انگوش شمار بودن. اولا برای من همچون یک زن دهاتی
امروز امکانیت پیدا شد که در این فضای آزاد دموکراتی در قطار دیگر دختران خوانده و سیر معلومات کردند. با شرافت همین استقلالیت که امروز ما زنهای دهات توانستیم که قدم‌های خود را استوار کنیم و برابر جامعه و زمانه قدم مونیم و بیرون برآمدن ما همین چیز میسر شد که امروز ما نه فقط امروز در ریاست جمهوری بلکه بیرون از جمهوری امروز سفرهای داشتم که بر ترکیه گفتم، سفرهای به دولت لاتویا داشتم، ریزا با سال 2014 باز به سفر به امریکا داشتم، به یکی از شتات‌هایی که در آنجا ساحه خواجگی خلاف بسیار پیشرفته بود، پیش قدم بود. کلاب‌هایی که در ما بودند در دوران اتحاد شوروی برای ما زنان، برای ما دختران بیرون از همین ناحیه یکی زندگی میکردیم، بیرون رفتن خرید که اجازت هم نبود، جایز هم نبود. هیچ امرم هیچ مادر دیگه من نبودم، هیچ مادر دیگه فرزند نکشه. هر وقت خوب خلاص